بیشعور بیشعوره، چه سنش بالاتر باشه، چه تحصیلاتش، چه ثروتش. کسی که به خاطر هر کدوم از اینا احساس کنه از تو بالاتره و حق داره به تو بی احترامی کنه، تو رو تحقیر کنه، یک بیشعوره و باید حذفش کنی. حالا میخواد رابطت با اون آدم خونی باشه یا نه. تو تراپیست آدم ها نیستی که بخوای تربیتشون کنی. امضا ندادی که تا آخر عمر توهین و بی احترامی یه نفر رو تحمل کنی. چرا همیشه فقط باید تو کوتاه بیای؟ چرا همیشه باید تو سکوت کنی و هیچی نگی؟ مگه خودت آدم نیستی؟ مگه احساس نداری؟ مگه سنگی؟ خودت رو بگیر از آدم بیشعور. این بزرگترین لطفیه که اول در حق خودت میکنی و دوم در جهت درمان اون بیشعور که شاید یاد بگیره و بره خودشو درست کنه. عمر ما خیلی کوتاه‌تر از اونیه که بخواد صرف افرادی بشه که نه تنها مرهم نیستن بلکه زخم روی زخم میذارن، نه تنها تنهایی رو ازمون نمیگیرن بلکه تنهاترمونم میکنن. لطفاً برای خودمون ارزش قائل باشیم. بیشعور بیشعوره، چه سنش بالاتر باشه، چه تحصیلاتش، چه ثروتش. کسی که به خاطر هر کدوم از اینا احساس کنه از تو بالاتره و حق داره به تو بی احترامی کنه، تو رو تحقیر کنه، یک بیشعوره و باید حذفش کنی. حالا میخواد رابطت با اون آدم خونی باشه یا نه. تو تراپیست آدم ها نیستی که بخوای تربیتشون کنی. امضا ندادی که تا آخر عمر توهین و بی احترامی یه نفر رو تحمل کنی. چرا همیشه فقط باید تو کوتاه بیای؟ چرا همیشه باید تو سکوت کنی و هیچی نگی؟ مگه خودت آدم نیستی؟ مگه احساس نداری؟ مگه سنگی؟ خودت رو بگیر از آدم بیشعور. این بزرگترین لطفیه که اول در حق خودت میکنی و دوم در جهت درمان اون بیشعور که شاید یاد بگیره و بره خودشو درست کنه. عمر ما خیلی کوتاه‌تر از اونیه که بخواد صرف افرادی بشه که نه تنها مرهم نیستن بلکه زخم روی زخم میذارن، نه تنها تنهایی رو ازمون نمیگیرن بلکه تنهاترمونم میکنن. لطفاً برای خودمون ارزش قائل باشیم.